دکتر، حال پسرم خوبه؟ خطر رو رد کرده اما دردش ادامه داره. براش مسکن می‌نویسم تا صبح میخوابونتش. فردا حالش بهتر میشه. خدا رو شکر، خدا بهش رحم کرد مادر. من برم به قدیر سر بزنم. خب آره برو. دجله کجاست؟ انگاری یه کاری داشت مادر جون. صبح داشت تلفنی با یکی حرف میزد. نه چطور مگه؟ کاری نداره، چه کاری داشته باشه؟ صبح از خونه‌شون زنگ زدن، فیدان خانم یکم حالش بد شده بود، فشارش افتاده، رفته به اون سر بزنه. بهش زنگ بزنم بیاد؟ زود باش بهش زنگ بزن، بگو سری برگرده خونه. باشه. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً مجدداً تماس بگیرید. ای خدا، مثلا دجله اومده که صلح برقرار بشه؟ ماشاءالله از وقتی اومده هر روز یکیتون تا دم مرگ میرین. قدیر جون، با مادرت و داداشت حرف بزن، هر کاری لازمه بکنن. من خیلی میترسم. ما دیگه داریم پدر مادر میشیم، داریم بچه دار میشیم، باید به فکر اونم باشیم دیگه. نه خودمون میدونیم به فکر چی باشیم، تو نگران نباش. قدیر جون، تو رو خدا مراقب خودت باش. به خدا همش فکرم پیش توه، هیچی از گلوم پایین نمیره. اگه خدایی نکرده بلایی سرت بیاد چی؟ من چیزیم نمیشه، نگران نباش. نه، تو به حرف من گوش کن، بشینیم مفصل حرف بزنیم. اگه نیت خلیل خراب باشه تو رو هدف میگیره، فهمیدی؟ داداشت شوهر آبجیشه، نمیخواد که اونو بیوه کنه. تو رو فرستاده میدون مین. ببین، فقط میگم به فکر بچه‌مون باش، فقط همینو بس قدیرم. خیلی بهت میاد. حالا که حلقه دستت کردم من برم دیگه. قبل از اینکه بری بذار ببوسمت. حالا معلوم شد چی میخوای آقا. آخه چه ربطی داره؟ آدم دوست نداره عشقشو ببوسه؟ خدا لعنتت کنه امین علی، الهی بمیری. متشکرم. اینجا کجاست خلیل آقا؟ برای چی اومدین؟ مگه همش نمیپرسیدین مشکلتون چیه؟ اینه زمینایی که زیر این برف مونده. این همه دعوا مرافع به خاطر زمین؟ دیوانه این شماها؟ این زمین ها از زندگی با ارزش داره؟ خانم دکتر،
ارزش زمینای ما فقط مادی نیستش، بیشترش خونه. چون که این زمین و محصولش و عشقشه که تو رو میسازه. اما فتنه است، لعنتی فتنه است. تیمور لنگو میشناسی خانم دکتر؟ تیمور لنگ 600 سال پیش واسه جنگ میاد اینجا، کلی خون میریزه، کلی غنیمت جمع میکنه. وقتی داشته با غنیمت ها میرفته تو چادر، پسراشو میذاره که شیک بده. یکیشون رو زمین بوده، یکیشون هم رو درخت. بعد یه مدت اونی که رو زمین بوده به اونی که رو درخت بوده میگه بیا پدرمونو بکشیم و غنیمت ها رو خودمون برداریم. اونی که بالای درخت بوده میگه دیوونه شدی، چی میگی؟ اون پدرمونه. میرسن به اینکه جاشونو عوض کنن. اونی که بالا بوده میاد پایین، اونی که پایین بوده میره بالا. بعد یه مدت اونی که پایین بوده میگه بیا پدرمونو بکشیم، غنیمت‌ها رو خودمون برداریم. اونی که بالای درخت بوده میگه اون پدرمونه، دیوونه شدی؟ تیمور لنگ که اینا رو میشنوه از چادرش میاد بیرون، میگه تو فطرت پسرای من فتنه نیست، فتنه تو خاکیه که روش پا گذاشتم. اینطوری بگم ما هم تو ذاتمون فتنه نیست خانم دکتر. فتنه تو این خاکه. کسی که قاطی این خاک بشه از جون و خونش میگذره. من دیگه باید برم. به خاطر اینکه کنار من نمیفهمی زمان چطور میگذره ساعتتو کوک کردی نه؟ آره بابا، من دیگه برم. زود زود بیا باشه. باشه، فعلا خداحافظ. خداحافظ. تو دیگه چه آدم بی شرف و بی ناموسی هستی امیرعلی. من با دیار عروسی میکنم، داماد اون خونه میشم. اون وقت هم تو و عمر تو اون خونه هستید، هم من و دیار. خدا لعنتت کنه. برو کنار، میخوام برم. دیرم شده. زنده داشت بازم بیا دیگه، زنده داشت منم میشی. به خاطر این زمینا دوای خونبها داری. خلاصش اینه نه؟ بله، هم بازبیلرها هم ما واسه این زمینا خیلی خون دادیم. آخریشم 20 سال پیش داداشم بود که تو این زمینا جون داد. پدر مرحومم بعد مرگ داداشم تقاضای صلح داد. به خاطر نجات جون من شکایتشو پس گرفت. اما مادرم نبخشید، بچه‌شو از دست داده. از روزی که به دنیا اومدم هر روز ازم میپرسه کی میخوای جیگر قریشا رو بسوزونی؟ پس این عروسی شما رو آشتی نداده نه؟ مثلا آشتی کردیم، اما این آشتی به یه مو بنده.
حالا تو بگو خانم دکتر، وقتی این مردک داره این کارا رو میکنه به کی رحم نکنم؟ به عمر؟ به خواهرم؟ به خودم؟ به تو؟ میدونی که نمیتونم. اصلا اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. نباید کاری بکنی، آروم باش. من خواهرم رو بهش دادم، اونم اومده پیشونی نوشت منو. من پیشونی نوشته کسی نیستم آقا خلیل. هستی لیلا، هستی، فقط خودت خبر نداری. میدونی چرا به سرنوشت آدم میگن پیشونی نوشت؟ برای اینکه چیزی که رو پیشونیش نوشته رو نمیتونه ببین، اما کسی که نگات میکنه اونو میبینه. من میبینم. خواهش میکنم بریم. چی شده بیناز؟ برای چی انقدر به من زنگ میزنی؟ دختر، عمر تیر خورده، اووردنش خونه. همه دارن سراغ تو رو میگیرن. عمر تیر خورده؟ چطوری؟ راستشو بگو خوبه؟ آره، دکتر گفت خوبه. گفتم مامانش حالش بد شده، رفته اونجا. آی، زهر ترکم کردی دختر. چرا؟ واسه چی ترسیدی؟ یه دفعه مثل جن ظاهر شدی. چه خبرته؟ بیا برو ببینم، برو. ای بابا، این دختره که دکتر داداشه؟ ای وای، حالا چی میشه؟ مگه میشه آخه؟ تازه همه چی واقعا به هم میریزه. نه داداش هم وامیسته نه خلیل. من خودم حلش میکنم. دیگه نمیذارم سر خود کاری بکنین. فردا هم میرم پیش فیدان، میگم جلوی پسرشو بگیره. دیدیم نمیشه چاره جز به هم زدن صلح نمیمونه. قدیر، تو هم آروم بگیر. میگیم کار خلیله، نمیتونیم ثابت کنیم. کی پشت ما در میاد؟ ما بیایم زیر صلح بزنیم؟ مادر هنوز به فکر دست راست کردن پیش فیدانی؟ دشمنی ما با اونا تموم نشده که. بیا حالا هم موضوع این دختره پیش اومده. من گفته باشم امکان نداره. خدا لعنتتون کنه. این دیگه چی بود؟ جلیل، دختره رو از اینجا بیرون کنین. اگه با زبون خوش نمیشه به زور. برین آماده شین. رو چشم خانم آقا. آقا خلیل، خواهش میکنم بزرگش نکنین. برای منم همه چی تموم شده است. نمیخوام دجله به فهم و قصه بخوره. نمیخوام کسی بدونه. ازتون خواهش میکنم. مگه میشه ندونم خانم دکتر؟ هیچکی نمیفهمه. شما تحت حمایت منی، نگران نباشین. آقا خلیل، ما رابطه دوستانه خوبی با هم داریم، اما بیشتر از این ازم نخواهیم. دلم به حرف شما که هیچی، به حرف خودم هم.
گوش نمیکنه. به فضیلت خانم سلام برسونین. خدا نگهدار. عمر چه شده مادر جون؟ کجایی تو دختر؟ به جای اینکه کنار شوهرت باشی. از خونه زنگ زدن، مادرم حالش بد شده، فشارش افتاده بود، مجبور شدم برم مادر جون. برادرت از حدش خارج شده. فردا میریم با فیدان حرف میزنیم. مراقب پسرش باشه. اتفاقات بدی داره میافته. خون ریخته میشه. صلح و آشتی از بین میره. شما هم که هرچی میشه از چشم داداشم میبینین. مادرم و داداشم دندون رو جیگر گذاشتن، صبر کردن، اما من بهتون گفتم تا عقد نکنیم هیچ کس آرامش نداره. منظورت چیه؟ واضح‌تر بگو. اگه صلحی هم شده ما پا پیش گذاشتیم. اما تو بگو عمر قدرشو میدونه؟ از شب عروسی تا حالا یه شبم درست حسابی نیومده خونه. اما من به کسی نگفتم. ساکت شدم، اما باید صبر کنیم. صبور باشیم. همه چی درست میشه. همه باید صبر کنن. ایشالا مادر جون. من که فکر نمی کنم کار داداشم باشه، اما اگه اون این کارو کرده حتما یه چیزی میدونسته و الا این کارو نمی کرد. خودتونم دیدین داداشم تو دنیای خودشه. همه یه فکر و ذکرش این چند وقته خانم دکتره. خدا خانم دکتر رو خیر بده. والا امروز نشستم کلی فکر کردم مادر. تو نمیتونی اینجا بمونی. دوره بعد درخواست طرح بده. 6 ماه دیگه اعزام میشی. بشین استراحت کن. این دورت میسوزه، چاره ای نیست دیگه، وگرنه من خیالم راحت نمیشه. نمیشه مامان، کلن فراموش کن. به خاطر عمر زندگی ما عقب بندازم اونقدر هم مهم نیست. لیلا فکرم پیش توه. امتینا تاریخ نامزدی رو تعیین کردن. گفت پاشو بیا، من فردا باید برم استانبول. وقتی فکرشو میکنم میخوام اینجا تنهات بذارم قلبم میگیره مادر. مامان جون برو، اینقدر بزرگش نکن. لازم نیست اینقدر کشش بدی. جلوی در اومد یه کاری کردم دیگه رفت. بیادم جوابشو میگیره. دیوونه بازی در بیاره. هرچند همه چی از اون بر میاد. زنگ بزنم سلیم بیاد. مامان جون سلین واسه مرخصیش میاد. نکنه بهم اعتماد نداری؟ انشالله که فکر نمی کنی دوباره میخوام ببخشمش. اگر همچین کاری بکنی عاقت میکنم مادر جون. دختر این مرتی که متأهله. مامان منو نمیشناسی. بمیرم هم دیگه به عمر نگاه نمی کنم. حرف زدی جلیل؟ چی رو حرف زدم؟ بازنشستگی و دیگه برمیگردیم روستا؟ چه بازنشستگی امینه؟ خان داره اونجا با مرکل انجار میره، من برم از بازنشستگی حرف بزنم؟ چرت و پرت نگو، اعصابم هم خورد نکن. باشه، امینه داره با چه چیزهایی کلنجار میره. آره دیگه، مهم نیست. من که واسه سختی کشیدن به دنیا اومدم، دستم هم نمک نداره. چه سختی میکشی؟ هر کی ندونه فکر میکنه چه خبره. جلیل یه چیزایی داره خیلی بهم فشار میاره. دهن منو باز نکن. بیا با چشمای خودت ببین چه سختی دارم میکشم. این کار کیه؟ زیلان. زیلان؟ همش کوچیکم میکنه جلیل. نمیگه هم سن دخترشم. این زن گنده است، گناه داره. همش اذیتم میکنه جلیل.
من با خانم آقا حرف میزنم. یه وقت نری حرف بزنی یا جلیل منو تو مصیبت بزرگتر ننداز، خواهش میکنم. من از اون دیوونه میترسم. تو رو خدا بریم جلیل، بیشتر از این خارم نکن. باشه میریم، بذار یکم اوضاع آروم بشه. خیر باشه جلیل. چیز خان کجا میرین؟ امینه میخواد بره ده پیش مادرش. را بیفتریم. خیر باشه خان. یا بریم تو راه حرف میزنیم. ای خدا، قسمت کن قبل از اینکه بلای سر جلیل بیاد برگردیم روستامون. مامان، این بی‌ناز تازه عروسی دارن یه کارایی میکنن ها. درست نفهمیدم اما یه ریگی تو کفششون هست. دخترم عزیزم، تو کار کسی دخالت نکن. چشمات کور و گوشات کر باشه. زبونتو نگه دار دخترم. کی قراره دوستم داشته باشی عمر؟ من به قیمت جونم زن تو شدم. برات ارزشی نداره؟ حالش چطوره زن داداش؟ خدا رو شکر خوبه. آخه چطوری شد؟ مامانم میگه تصادف بوده، تو هم بهم بگو. خواهش میکنم. بعدن با هم حرف میزنیم. فعلا بالا سر داداشت حرف نزن. باشه، شب بازم میام. تو هم تنها اینجا نشی. نمیخواد بیای. دکتر گفته نباید اتاقو شلوغ کنی. راست میگه. خیلی خوب. باشه میرم. ببین رستم، شانس آوردی. بازم شانس باهات یار بود. اگه اون عوضی ها حرف زده بودن تا الان حساب تو رسیده بودم. منو ببین، همیشه باید اینطوری باشه. همیشه همینطوری. باید به من شک کنن، بترسن که کار خلیله. اما هیچ وقت نباید مطمئن باشن. گرفتی؟ یعنی همیشه دو به شک باشن. گرفتم. خیر باشه رستم. دانشگاهی چیزی میری؟ روزنامه میخونم قربان. خوبه، آفرین. ببین منو، چشم و گوشتو باز کن. به حرفام خوب گوش کن. باید خانم دکتر رو 24 ساعته تحت نظر داشته باشین. فهمیدی؟ بله قربان، از ساعت 7 تا 24 دنبالشی. رستم، ببین رستم، یه آفرین گفتیم ها. حتما باید پشیمونم کنی نادون. روز چند ساعته؟ رستم 24 ساعت. هفته چند روزه رستم نادون؟ 7 روز. هر روزو 24 ساعته تعقیبش بکنین. حتی بکنینش 25 ساعت در روز. فهمیدم خان. 25 ساعت دنبالشیم. صبح ساعت چند از خونه در میاد؟ ساعت چند میرسه سر کار؟ کی در رو باز میکنه؟ کی میبنده؟ کیا بهش سر میزنن؟ چی کار میکنه؟ کجا میره؟ همه اینا رو به هم میگین. همه رو در میارین به هم دونه دونه گزارش میدین. برای چشم خان. برو. ببین، از گلبهار چه خبر؟ آدمامون رفتن آدانا. امروز فردا پیداش میکنن. معطل نکنن. دختره رو پیدا کنن. مرتی کردن ورش دارن بیارن اینجا. بهش نشون میدم قد کردن تو زمین من یعنی چی. ببینم میتونه اینجام حرف زیادی بزنه. خانم میخواستم یه چیزی بگم. چیه رستم؟ چیه؟ گلبهار خانم رفته. کجا رفته؟ حتما رفته آدانا دنبال دخترش. بچه ها رفتن ولی نبوده.
ای بابا من این زنا رو نمیفهمم، به خدا قسم نمیفهمم. آخه چرا حرف گوش نمیکنن؟ میگی بیا میرن، میگی برو میان، هرچی میگی برعکسشو میکنن. این دیگه چه وضعشه؟ چه خبره؟ آخش چه حالی داد، راحت شدم. بعضی وقتا بیا خان کوچیکه، یکم هوایی میزنیم، خوش میگذره. میگن هر کی از مرگ برگرده شجاع میشه. در مورد تو هم صدق میکنه. آفرین. منو ببین، این دفعه دومیه که دست هست، اما نتونستی شلیک کنی. منم نزدی، اما اونم میشه یه روزی انشالله. تو گفتی داداشمو بزنن، اومدم اسلحه ها رو برگردونم پیش صاحبشون. آدرس اشتباه اومدی خان کوچیکه. صاحب اسلحه ها تو سوریه است. باید از اینجا مستقیم ادامه بدی، بری سمت مرز. خودتو بنداز وسط میدونمی، اما مراقب باش خدایی نکرده رومین پا نذاری. میدونم کار تو خلیل، دیر یا زود ثابت میکنم. فقط یادت باشه اگه اون موقع بیام اینجا هوایی نمیزنم. بله. خب باشه بیا دیگه جلیل. باشه بعدم بهت زنگ میزنم. جلیل با کی حرف میزدی؟ یه دختره بود، گفته بودی. خب یه کاباره هست تو بازار، اونجا یه زنه به اسم گلبهار آواز میخونه، تو قرق خلیله. اون دختر گلبهاره. میشه من یه چند روز توی اتاق پرسنل بمونم؟ خیره چرا؟ یه چند روز تو خونه تنها میترسم. تو هتل بمونم بهتره اگه اجازه بدی. مادرت میدونه؟ آره. راه بیفت بریم وگرنه نمیرم. جیلان بدو. نمیام، همین روزا از اینجا هم میرم. جلیل تحقیق کن ببین هنوزم اینجاست یا نه. اگه رفته کجا رفته؟ زود پیشو میگیری یا؟ عمر خوبی؟ دجله تو داری چیکار میکنی؟ ولم کن، به من دست نزن، برو بیرون. چرا عصبانی میشی؟ من چیکارت کردم؟ خیلی خوب دجله، برو بیرون. بذار کنارت بمونم، تو رو خدا اینطوری نکن. دجله چند بار دیگه باید این حرف رو بهت بگم.
با از سر اجبار با هم ازدواج کردیم. از من توقع نداشته باش. بیشتر از اینم چیزی از من نخواه. نمیشه باشه؟ کس دیگه ای رو دوست داری، واسه همینه. دجله ببین، نمیخوام دلتو بشکنم. از اولشم بهت گفتم که دنبال دلیلش نباش. دلیل و بهونه رو ول کن. حالا برو دیگه. از این به بعدم نه خودتو اذیت کن نه منو. هرچی تو بگی عمر، میرم. اما هرچی باشه من زن تو هم. زیر یه سقفی. حتی اگه از این اتاق برم بیرون نمیتونم دورتر برم. نمیرم. چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست. عمر به هوش اومده. پسرم، حالت خوبه؟ دجله چرا گریه میکرد؟ دعوا کردین؟ برو بیرون مادر. پسرم اینقدر دل این دختر رو نشکن. مادر گفتم برو بیرون. بس دیگه، ولم کن. چهل سال اینجا زندگی میکنم، جیلان نداریم. تا جایی هم که میدونم تو این کوچه نیست. حتما اشتباه کردیم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً مجدداً تماس بگیرید. قدیرا چه کار میکنی اینجا؟ یخ میزنی یا؟ خوبم. دارم یکم فکر میکنم زیلان. تو برو تو، هوا سرده، یخ میزنی. ببین یخ زدی قدیر. بیا قلنج میکنی یا؟ قربونت برم بیا بریم یه چای دم کنیم ها؟ بشینیم با هم بخوریم. ای وای من زیلان، اگه بخوای 9 ماه اینطوری به من دستور بدی کارمون زاره. نه من چرا باید به تو دستور بدم؟ بذار پسرمون به دنیا بیاد، اون وقته که کارمون زاره. خودتو آماده کن قدیر. بجون بریم تو. بریم. وای 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 وای.
حسن حق داشت ازت تعریف کنه. اسمت جیلان آره؟ تو چند سالته جیلان؟ بگو ببینم چند سالته؟ تو رو خدا کمکم کنی. منو به زور آوردن اینجا. من نمیخوام. خواهش میکنم نجاتم بدی. پس فیلم تو اینه آره؟ برای من فرقی نمیکنه خوشگله. ببین من خشن مشن دوست ندارم، ناز و ادا هم دوست ندارم. حسن بهت نگفته ها؟ تو رو خدا نکن. ببین خوشگله، من به خاطر تو 10 برابر پول دادم. گفتن جدیده. باشه یکم ترسیدی. برو بخواب ببینم. خانم دکتر خیلی برای داداشم خوبه. به خدا خیلی خوشحاله. خب دختر تحصیل کرده است. داداشم رو رام میکنه. گلبهار؟ تو زنده ای دختر؟ وای وای وای، عشق فرزند. گفتی تا دخترم رو نجات ندم نمیمیرم. دیر کردی گلبهار، دخترت افتاده توی کار. کنیزی تو میکنم حسن نکن، منو بکش، اما دخترم رو ول کن. به خدا پیش پلیس نرفتم، به کسی هم هیچی نگفتم. التماست میکنم حسن. آفرین گلبهار، خوب میدونی که کسی از دست من قصر نمیتونه در بره. اگه خودم بخوام میتونم لطف کنم. یه چیزی، عاقل باش، بیا اینجا با دخترت زندگی کن. مادر و دختر خوشبخت با هم زندگی کنیم. اما اگه یکیتون بخواد دردسر درست کنه، به والله میکشمت، به غلط کردم میندازم. باشه هرچی تو بخوای قبوله، اما دخترمو نشونم بده. خیلی خوب، برو بشین اونجا، دخترت کار داره. خدایا دخترمو بهم برگرد. دیگه برای من موش و گربه بازی در نیار. خدا لعنتت کنه.
چی شده؟ چی کارش کردی؟ ولی که دیوونه منو ببرین بیرون. مرد شورشو ببرن. نخواستین. چی کار کردی دختر؟ مگه دیوونه شدی؟ رئیس استخوناتو میشکنه. آقا دختر زده سر یارو شکونده. گلبهار، دختر دیوونه عذاب در اومده، سر مشتری رو شکونده. منم سرش رو میشکونم. را بیافت، زود باش، سریع‌تر. عروس قشنگم، عروس قشنگم، گریه نکن. از دست داداشت عصبانیه، سر تو خالی میکنه. منم از اتاق بیرون کرد. درست میشه عزیزم، میگذره. مادر، دختر کیه؟ کدوم دختر؟ اونی که عمر دوستش داره. استانبولیه نه؟ تو دیدیش؟ از من خوشگل تره؟ دختری در کار نیست عزیزم. چند بار باید اینو بهت بگم؟ مادر قریشا، من احمقم؟ یعنی نمیفهمم فکر و دل عمر پیش یه کس دیگه است؟ این که معلومه عزیزم، عمر شوهر توه. هنوز عقدمم نکرده مادر. دخترم، هم پیش خدا هم جلوی چشم مردم عمر شوهر تو شد. حالا یه امضایی هم میندازین. فعلا بگیر بخواب عزیزم. زود باش عزیزم. آها، اگه کسی ازت پرسید بگو عمر درد داره، نخواستم اذیت شه. باشه دخترم، خب دیگه، شبت بخیر. بخواب دختر خوشگلم.